رفقا، من بیواچ هستم و به این ویدیو جدید من خیلی خوش اومدین. اشکای دل تو این ویدیو قراره یه سنس چیتری بهتون بگم که بچه یعنی یه دونه ردم نمیده، فقط هت میخوره. یعنی چی شما بخواید وستم بزنین هت میخوره، منطقیه. قبل اینکه بدیم سراغ ویدیو، لایک و کامنت و سابسکرایبتون نده، زنگونم بزن که من ویدیو گذاشتیم شما آخر شید. بدون معطلی بدیم سراغ ویدیو. خب بچه ما اومدیم لون ولف و یادمونم از این اسمشو، از این معلومه اون گیلی که توشو اینا معلومه دست به تیره. ای نه دیزه گرفت داداشم این معلومه خیلی بازیش خوبه. بریم ببینیم چجوریه. باش بابا عدی قدرته مثل منم مثل این کان دیگه اویه هم میره. با اینم که نیتش ناموسن نت درست کن. من میزنم بعد میرم رفته اون ور. ایوه خب بچه سنس هم در طی ویدیو یه دونه میگم مثلا چنده. خب کجاست این آشش به نظرم 2-0 بچه. سنس رو میبینی که به این خفنی خیلی بومه بچه ها. و اولی هم 175 خب بچه فکر کنم از اون ور داره میاد، چون این ور معلوم نیستش. ما آره 100 نه اندازه دودش یه دیزیت میگیری یه با ولمون کن سلطان بابا. وای دسته گیری آخ این آدم های خوبی نیستن ناموسن. این بازی تموم میشه، ذات آدم مهمه. این ذات ها باشه بیا آخه خطی بیاد یه پلش. بابا نت تو درست کن، این نت من خراب. بچه من نتم اومدش، بریم ما این داشه با چه ای؟ بودو دادش بودو عزیزه گلم. الان ببینیم چی برمیداره. ببینیم بچه یا این پیچر اوکیه، دراگونم خوبه، فقط این یه دونه 2 تا بزنیم وس یا 2 کفن شده خراب داره میکنه. نه ولی خب ما وسی نمیزنیم، اون میخواد بزنه چون سنس ما وس نمیزنه. خب کجا ده بوله بودا بابا خطی نریم دیگه داداش گلم. بودو گله بودو. خب بچه ها دومی هم 185 دومی 185. یعنی از این ور میاد. بکنم میخواست خطی بده بچه ها. داشت ببخشید من آخه یه داشت موش میزد، منم گفتم هات بده بزنید یه. بچه بدیم عددان دوم که اسنسم بهتون بگم. بچه سومی هم 200. خب بچه چرا همه این پروفایل رو گذاشتن؟ قضیهش چیه؟ منم این پروفایل رو گذاشتم ولی خب رنگش فرق میکنه. ولی خب اینا رنگ منو بودوش 3 خط. ما رفیقیم ما هم دیگه. من بودو خب
اومدم چهارمی رو بگم بچه ها، دیگه خیلی زوده چهارمی رو بگم. بچه ها بزنین چهارمی 200. نزن از اینا داداش گلم، نزن عزیز دلم. الان من خطتو بگیرم یعنی چی خب؟ الان فاز چیه؟ داشت اومدیم هیت تمرین کنیم، اومدیم الله اکبر. بچه ها ببینیم با دلول امتحان کردیم، با دیزلت هم امتحان کردیم، با اسفید هم امتحان کردیم. الان یه دونه MP5 مونده، MP5 بگیرم بعدش اون میگیره که البته من الان 2 دست بزنمش میشه 3-1. اونم خب بچه دیگه امپیشل وقت نمیشه. ای خب بچه با امپیشلم بنازم. بریم از این بالا چون این از بنازم. گفتم که من نمی دست نمیدم، اون دست به تیری کرد واسه من دلقک. بچه من 2 تا تیر دادم. واه چه بویه بابا، این چرا این گیر داده به اسفید؟ چه اسفیدی ما دست پیش زدیم نه؟ آدموس میگه میگم این دست پیش رو زدیم، اون دست پیش بود الان. اوه اشتباه کردم، نباید اینجوری میزدم، اینجوری اومدم. بابا صبر کن من بیام بعد بزن عزیزم. الان من این پیچل بگیرم که پاره ای. بچه به امجله هم رسید و خب 2 دست واقعا خوب زدی، ولی خب دست اول چیز شد خط گرفته، چون من داشتم میزدمش منو نمیزد. تعجب کرده بودم بچه اینجا قزوین طوفان انقدر زمستونه. الان به خودش میخواد بچه این کنی من ندارم. آهان داریم اکیت میزنیم اکیت. بودو بچه 2 تا هیت شد خدا، یه دونه 58 تایی یه دونه 110 تایی. منتظر شیشمی رو بگم. دنیای بعدیه واقعا، دنیای بعدیه، دنیا وضعیت بعدیه. آقا بابا من پینگم رفت. پینگم من رفته. چه بزنی یه دیزت بگیرم با اینجا. خب بچه پنجمی هم نه وای آقا شیشمی هم 105. شیشمی هم 105. الان اسپیدی گرفته بودو کوچولو. خب بچه ها این سنس رو حتما روی گوشی امتحان کنیم، واسه همه گوشی ها هستش بچه ها. و خب این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا دو دیگر خدا نگهدارتون.